اسناد فاش شده جدید FBI در مورد اختراع فوق سری تسلا و راز عدد 369. 18 ساعت پس از مرگ تسلا، FBI نیروهای خود را با تخصصهای ویژه‌ای به محل اعزام کرد تا تمام بیش از 10,000 نقاشی و یادداشت‌های تسلا را ضبط کنند و آنها را به منطقه فوق سری و امنیتی بازگردانند، تا اینکه در سال 2020 و به دلیل انقضای دوره ذخیره‌سازی FBI، بخش کوچکی از این سند در قالب یک فایل PDF از دفتر خاطرات 53 صفحه‌ای تسلا منتشر شد. در صفحه 7 از این یادداشت‌ها تسلا ناگهان از یک لحن بسیار جدی برای توصیف اختراعی استفاده کرد که به این شرح بود که جزئیات این اختراع مطلقاً قبل از سال 2300 منتشر نشود. خود تسلا از آن برای ایجاد لرزش شدید در یک ساختمان 30 طبقه در نیویورک استفاده کرد، تا جایی که در کمتر از 10 دقیقه کل ساختمان فرو ریخت.